سلام، وقتتون بخیر. اینجا کارگاه رزین قرمز هستش. امروز 4/2. یه خورده تو این هفته سرمون خلوت‌تر بوده، مقدار بازار شل کرده. یه دیوار کوب داریم اینجا که هنوز رنگ نشده، 4 پایه و جعبه‌هایش برای حالا عکاسی یا تصویر برداری استفاده میشه. و کارهای قبلیمون که کافه بار هستش، اینم یه نمونه و اینم یه نمونه. اینم یه رگال کودکه و تختش که سته. این هفته یه مقدار سرمون خلوت‌تر بوده، انشالله از این هفته به بعد یه مقدار بازار شلوغ‌تر بشه. انشالله همتون پر رونق و پر روزی باشید. قربان شما، خدا نگهدار.